بسم الله الرحمن الرحیم. خب خدا رو شکر که در جلسه دیگری از داستان صحابیه دیگری، بانوی بزرگواری دیگری از یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم در خدمت شما هستیم. بله، این بانوی بزرگوار اسمش ام سنان اسلمی هست. ام سنان اسلمی بانویی که خداوند در مورد ایشون خب این خیر و رحمت رو مثل سایر بانوان صدر اسلام فراهم کرده و ایشون رو در خیر و برکت و رحمت قرار داده. رحمتی که برای ما شاید فقط به زبان آوردن اون هست، ولی اینها حقیقتی رو که دین رو فهمیدن، قرآن رو شنیدن، توصیفات پیامبر به عبارتی تبیین پیامبر رو از اسلام درک کردن، عمل کردن، ملتزم بودن و به خوشبختی و سعادت رسیدن. به این امیدی که ما هم بتونیم اندکی در این مسیر گام برداریم. بله، ابو هریره رضی الله عنه نقل میکنه در این مورد که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت قریشون و الانصار و جیهنتون و اسلم و اشجع و غفار موالی لیس لهم مولای دون الله و رسوله. اشاره میکنه برخی قبایلی که اینها حالا اسم میبره از قریش، از انصار، جهینه، اسلم، اشجع، غفار، که اینها دوستان منن و اینها هیچ دوستانی، یعنی دوست دیگه موالی به عبارتی ندارن، مولایی ندارن دوستی مگر خدا، مگر دوستشون فقط خدا و رسول خدا هست. همینجوری ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نقل میکنه، میگه که اسلم سالمها، یعنی در مورد قبیله چیز اسلم نقل میکنه، میگه اسلم سالمها، یعنی اون در مورد اسلم رو میگه خدا اون رو حفظ کنه، سالم نگه داره. غفار غفر الله، قبیله غفار رو خدا مورد بخشش قرار بده. اما انی لم اقلها، من این رو نیست که از جانب خودم بگم، بلکه این خداوند هست که اسلم سالمها، یعنی قبیله سالم رو حفظ کرد و غفار رو مورد بخشش قرار داد. ولکن قالها الله عز وجل، این رو خداوند عز وجل گفته. و خب قبیله اسلم، غفار، جهینه، اشجع، مزینه، اینها قبیله‌ای هستن که همین قبل از اونها قریش و انصار و قبایلی که خداوند اونها رو مختص به محبت خودش کرده. رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم به همین صورت می جنگه با هر کسی که بخواد با اینها بد بجنگه و اینها هم تسلیم پیامبر خدا هستند، در محبت پیامبر، در اطاعت از پیامبر. نقل شده که وفدی از همین اسلم اومد پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم، هیئتی، و گفتن قد آمنا بالله و رسولی، ما به خدا و رسولش ایمان آوردیم و تبعنا مناهجک، ما از روش تو پیروی کردیم، نه اینکه به تو ایمان آوردیم به روش ایکس و ایگرگ بریم، نه، از روش تو، از سنت تو، قانون تو ما پیروی کردیم. فجعل لنا عندک منزلة تعرف العرب فضیلتها، برای ما یه جایگاهی قرار بده که عرب فضیلت ما رو تشخیص بده، به خاطر اینکه ما این گونه برای تو هستیم و فقط تابع تو هستیم. فانا اخوة الانصار، ما هم برادران انصار هستیم که شما رو حمایت کردن. ولک علینا الوفا، بر ماست که ما به شما وفاداری داشته باشیم. و نصر فی الشدة و الرخاء، در سختی و آسایش و در هر چه هست ما شما رو یاری بکنیم، کنارتون باشیم. که میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت بله، اسلم سالم الله، در مورد قبیله اسلم خدا اینها رو سالم نگه داره، حفظ کنه. و غفار غفر الله له، غفار رو خدا مورد بخشش قرار بده. بله، قبیله اسلام رو پذیرفت و این فضل الهی شامل اینها شد. ام سنان هم که ما میخوایم داستانش امروز با هم بخونیم، از همین قبیله اسلم هست. ام سنان اسلمی هست و خب ایشون هم جایگاه خودش و موقعیت خودش، جهاد ایشون ثبت شده، تاریخ نقل شده، با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیعت کرده و از ایشون هم روایاتی نقل شده. ابن اسیر نقل میکنه ام سنان اسلمی خودش میگه اومدیم پیش پیامبر. ام سنان نقل میکنه، ام سنان بانوی بزرگوار میگه جئت النبی صلی الله علیه و سلم، اومدم پیش پیامبر، فقلت گفتم یا رسول الله انی جئتک علی حیاء. حالا ایشون ایمان آورده، میگه من با شرم و حیا اومدم پیشتون و خجالت میکشم به عبارتی، و ما جئت حتی الجئت من الحاجه، و امروز نیومدم مگر اینکه من نیاز دارم، یه چیزی شرایط خاصی مثلا هستم اینا. میگه فقال صلی الله علیه و سلم، پیامبر فرمود لو استغنیت لکان خیرا لک، اگر این اصول قابل نقد کرده، میگه اگر تو طلب بی‌نیازی بکنی از خدا، خدا تو رو بی‌نیاز میکنه، این که محتاج کسی دیگه نمیشی. ام سنان رضی الله عنها نقل میکنه که میگه همونطوری که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده بود، خداوند
من رو و ما خانواده ما رو غنی کرد، بی نیاز کرد، مخصوصا بعد در غزوه خیبر. و میگه که خب من در زمره مجاهدان بودم و زنان مصاحبه که در اون جهاد شرکت کرده بودم، ما هم از این بهره مند شدیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگه خب اخرجی علی برکت الله، حرکت کنید به سوی برکت خدا برای این جهاد. که ام سنان اسلمی نقل میکنه، میگه خب این تأثیرات جهاد و تأثیرات جنگ در راه خدا برای ما قوی بود، چرا که واقعا زنها دارای شؤون و منزلت خاص خودشون بودن در صف مجاهدان، چرا که میتونستن به زخمی ها آب برسونن، بیماران رو مداوا بکنن و بالاخره تخصص های ویژه داشتن. این تخصص خاصی بود که زنان داشتن در این امور در میدان جنگ، میتونستن خوب به این برسن، به اسب ها برسن، بالاخره اسب ها رو مثلا بهشون تیمارشون میکنن. و مواردی بود که در میدان جنگ حضور اینها در این میدان جنگ و جهاد خیلی مهم بود. و ام سنان این گونه نقل میکنه، ام سنان اسلمی داستان خودش رو میگه، زمانی که پیامبر خواست به طرف خیبر حرکت بکنه، من هم رفتم، گفتم یا رسول الله اخرج معک فی وجهک هذا، من میخوام با تو خارج بشم برای این جهاد بیام. اخرج السقا، بیام غذا بدم، نوشیدنی بدم، بالاخره آب بدم به مجاهدین و به کسایی که هستن، و اداوی المریض، و بیماران رو مداوا کنم، و الجریح، و کسایی که زخمی شدن. میدان جنگ دیگه، ولی که مریض میشه، یکی زخمی میشه، یکی فلان میشه، بیام زخمی ها رو مچار کنم، مداوا کنم، زخماشون رو ببندم، و مرکب هاشون هم میگه ابصر رحله، و مراکب و اسب ها و شترها رو من بهشون برسم و تیمارشون کنم. رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت حالا که اینجوریه اخرجی علی برکت الله، بیا بیرون در میدان جهاد با برکت الهی، به برکت خدا، بیا خداوند بهت خیر و برکت بده. اما فان لک سواحبون، زنهای دیگه هم هستن، تنها تو نیستی. کلمنی، که با من صحبت کردن، من بهشون اجازه دادم، و از این تو منم بهشون اجازه دادم. لهن من قومک و من غیرهم، از قوم تو و قوم اقوام دیگه ای گفتن ما میخوایم توی میدان کنار شما باشیم. فان شئت فمع قومک، خواستی با قوم قبیله خودت با زنای دیگه باش، همراه شو، بیاین تو این زمینه. و ان شئت فمعنا، اگه خواستی هم بیا با ما همراه بشو. ایشون میگه گفتم نه، معک یا رسول الله، من میخوام کنار شما باشم. قال فکونی مع ام سلمه زوجتی، حالا که اینجوریه برو با ام سلمه همسر من همراه بشو. و ایشون میگه من با ام سلمه در اون غزوه خیبر همراه شدم. میگه رسول خدا صلی الله علیه و آله صبح میرفت و هر شب باز بر میگشت از میدان، بالاخره میدان جنگ بود، طول کشید. و میگه که 7 شبانه روز این جنگ طول کشید تا اینکه خداوند پیروزی رو فراهم کرد و بالاخره ما هر کدوم دوباره به خونه هامون برگشتیم و بالاخره خیبر فتح شد. که میگه پیامبر اونجا به من هدایایی داد و بالاخره جواهراتی داد، مثلا قرمز و مثلا موارد لباسهای خاصی به ما داد که یک قطیفه‌ای به من داد و امثال اینها، که اینها از غنایم جنگی بود و بالاخره ظرف‌های مسی و چیزهایی بود که به ما داده شد در اون به عنوان غنایم جنگی. و خب ما خوشحال بودیم. و اونجا میگه من برگشتم با ام سلمه همسر پیامبر. خیلی جالبه، میگه حالا خب از جنگ برمیگشتیم و خب من هم سوار شتری بودم که پیامبر خدا مال پیامبر خدا بود، سوار اون شتر بودم. بعد ام سلمه به من گفت که این شتری که الان مال روش سواری، اینو رسول خدا صلی الله علیه و آله به تو داده، این شتر هم هدیه رسول خدا به تو هست. بعد ام سنان میگه من خداوند عزوجل رو سپاسگزاری کردم، حمد کردم. و بعد که اومدم این شتر رو من میگه به 7 دینار فروختم، حالا اون دینار طلایی بود دیگه، و خداوند همین رو برای من زندگیم خیر و برکت کرد. خب این تصویری بود از این غزوه و جنگی که ما میبینیم اینجا شکل میگیره. رسول خدا صلی الله علیه و آله حتی در اون غزوه میبینی با صفیه ام المؤمنین رضی الله عنها ازدواج میکنه. و خب ایشون در اونجا میگه من نقش این داشتم که کمک کردم در اون شرایط عروسی و زفاف ایشون و شونه کردن موهاشون و مواردی که سبب خوشنودی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. و حتی ایشون آماده میشه برای جنگ تبوک. میگه جنگ تبوک در سال 9 هجرت بود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتش که آماده بشید برای جنگ با رومی ها. مسلمانان رو تشویق کرد. جنگ حساسی بود، شرایط خیلی ویژه بود و خب سال خیلی سختی هم بود. آماده بشید برای جهاد و فرمان داد و تشویق کرد که هر کسی میتونه صدقه بده، صدقات خودش رو بیاره. میگه مسلمانان دادن صدقه یکی از یکی دیگه سبقت میگرفت که بتونه بیشتر بده. خب میگه در تلیعه این کسانی که صدقه میدادن و خیرات میدادن قبل از همه ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود که میبینید که دویار رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست، بعد عمر هست، عباس هست، طلحه هست، عبدالرحمن ابن عوف هست، سعد ابن عباده هست، محمد ابن مسلمه هست، عاصم ابن عدی هست. و دیگه حالا دیگه میگه تو تصور کن عثمان ابن عفان باز چقدر در این جنگ
بخشش و خیرات کرد تا اینجا که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت از این لحظه به بعد به خاطر این همه خیراتی که عثمان داده ما در عثمان و ما عمل بعد الیوم، دیگه هیچ دیگه با عثمان دیگه اگر اشتباهاتی هم بکنه برای عثمان یعنی ضرری نمیرسونه. اینقدر یعنی عثمان در اون لحظات خیلی حساسی بود. برای من شما این لحظات پیش میاد، حساس ترین لحظات میشه گفت دعوت پیامبر در جنگ با رومی‌ها هست و جنگ بزرگ و سرنوشت سازیه که میگه که عثمان دیگه خیلی بخشندگی خاصی داشتش که دیگه بعد از این به عثمان آسیبی نمیرسه. خب ما بحثمون اینه که میگه زنها هم هر کسی هر چه داشتن بالاخره در اون روز آوردن. میگه من دیدم که لباس جوره پارچه جوره پیامبر پهن کردند و که در خونه ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها هست و هر کسی هر چی داشت و بالاخره از انگشتر و گلوبند و بالاخره دستبند و هر چی بود می آورد و اونجا میداد و بالاخره خود ام سلام هم از این صدقه و صدقه دادن و خیرات بی بهره نشد و که در کنار سایر زنان مسلمان وجود داره و حضور داره. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خب زنان رو تشویق میکرد به اینکه این جواهرالاتی که دارید از اینها بالاخره صدقه بدید، زکات بدید. در مسئله تربیت موارد خاصی که پیش اومده بود ایشون میگه که حتی پیامبر توجه میکرد به حالات ما. میگه پیش پیامبر خدا اومدم صلی الله علیه و سلم، من بیعت کردم، به من نگاه کرد، به دستای من دید که بالاخره ناخن‌های من به گونه‌ای هست که پیامبر گفته این ناخن‌ها رو مثلا تغییر بده، حالا در چه شرایطی بوده، بلند و هر چه دیگه‌ای بوده و حتی نسبت به ظواهری که مثلا شاید مثلا زیبنده نبوده پیامبر میگه اینها رو رعایت بکنین. ام سلام میگه که ما این موارد رو رعایت کردیم و ما حواسمون بود. حتی ایشون نقل میکنه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در اون بستر بیماری بود و من سعی میکردم هر کاری میتونم برای پیامبر خدا انجام بدم در اون مورد. مثلا روایاتی از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نقل میکنه که در هر صورت ایشون میگه کنا نخرج مع رسول الله صلی الله علیه و سلم الی الجمعه و العیدین، ما با پیامبر خدا هم در نماز جمعه و هم در نماز عید و دو نماز عید فطر خارج میشدیم و شرکت میکردیم. نشون میده که زنان صحابه کنار رسول خدا کنار صحابه با هم بودن و این نکته خیلی جالبه. کنا نخرج، همه ما برای نماز جمعه و نماز عید با پیامبر صلی الله علیه و سلم از خونه ها بیرون اومدیم و شرکت میکردیم. خب مختصری بود از زندگی ام سلام اسلمی تا اینکه در جلسه دیگه بتونیم ان شاء الله داستان دیگه ای رو از یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم بخونیم. خداوند تا اون موقع یار و نگهدارتون باشه.